اگر بعد از دوخت لباس متوجه شدی که یقه تنگه، اصلا نگران نباش. اول کاری که میکنی وسط یقه پشت رو علامت بزن و باز کن. من 5 سانت به سمت پایین اومدم و علامت زدم. اگر احساس میکنی با 5 سانت بازم گشاد نمیشه، شما بیشتر بازش کنید. نواری تهیه میکنم به عرض 6 سانت باشه و طولش هم 1 سانت بیشتر از عرضی که باز کردیم. یعنی ما اگر که 5 سانت من باز کردم باید 6 سانت نوار تهیه کنم. دور نواری که تهیه کردیم و سردوز میزنم. دور نوار رو دوخت میزنم و وسطش رو باز میکنم. راههای نوار رو یک کوچولو چرت میزنم که راحت برگرده. حالا نوار رو به تو برمیگردونم و اتو میزنم. میتونید بعد از اینکه برگردوندین دور نوار رو دوخت بزنین که موقع شستن بر نگرده. دور نوار رو این شکلی دوخت میزنم. اضافه نوار رو هم که از سجاف بالا زده رو به تو برمیگردونم و دوخت میزنم این شکلی که بیرون نزنه.